سلام، خیلی خوش اومدید به کانال اسرار جهان. خیلی ممنون میشم تا انتهای ویدیو همراه من باشید. امروز قرار در مورد رباینده پرواز 707 ایران براتون مطالبی آماده کردم که توضیح بدم. تا الان هرچی مطالب در مورد ربوده شدن هواپیمای 707 ایران شنیدین رو بذارید کنار و تا انتهای مطلب همراه من باشید. خیلی ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید و ویدیو لایک کنید که تا ویدیوهای بعدی ما برای شما دیده بشه. پرواز شماره 707 کیش ایر قرار بود در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 28 شهریور از فرودگاه مهرآبان در تهران به مقصد جزیره کیش حرکت کنه، اما هواپیما در حین سفر ربوده شده و سرانجام در یک پایگاه نظامی در خاک اسرائیل فرود آمده است. هواپیما ربا یکی از مهمانداران هواپیما بوده است، مردی 36 ساله به نام رضا جابری و در ایران زندگی می‌کرده. هواپیما ربوده شده از نوع بوئینگ 707 متعلق به هواپیمای ساها در اجاره کیش ایر بوده است. با وجود نبود رابطه دیپلماتیک میان ایران و اسرائیل و این رباینده که ظاهراً هیچ گونه هدف سیاسی از کار خود نداشته است، ماجرا به سرعت رنگ سیاسی به خود گرفته است. هواپیما ربا قصد داشت هواپیما را به اروپا ببرد، اما هواپیما سوخت کافی برای پرواز تا مقصدها را نداشته است. هواپیما ربا درخواست نشستن هواپیما در فرودگاه زهران در عربستان سعودی را کرده است، اما این درخواست از سوی عربستان رد شد. سپس هواپیما درخواست فرود در اردن را کرد، اما اردن نیز اجازه فرود به هواپیما نداد و ملک حسین پادشاه وقت اردن به اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل درباره این هواپیما پیام هشداری فرستاد. سرانجام هواپیما ربا تصمیم گرفت تا هواپیما را در فرودگاه بین‌المللی بن‌گورین در تل‌آویو بشیند، اما دولت اسرائیل اجازه فرود به هواپیما را نداد، در حالی که سوخت هواپیما در حال تمام شدن و طبیعتاً هواپیما سقوط می‌کرد. هواپیما با همراهی یک هواپیمای جنگنده اسرائیلی به سمت یک پایگاه هوایی نیرو هوایی اسرائیل در نزدیکی ایالت هدایت و نشست. رباینده که خودش مهماندار هواپیما بود، پس از پیاده شدن از هواپیما محاصره و بدون درگیری تسلیم گشت. او از اسرائیل درخواست پناهندگی سیاسی کرد. البته او در ابتدا قصد داشت پناهنده ایالات متحده آمریکا شود. رباینده پس از فرود از هواپیما دستگیر شد و به مدت 15 روز در بازداشت به سر می‌برد. رضا جابری در دادگاه به خاطر 4 اتهام خود، یعنی دزدی هوایی، هواپیما ربایی، حمل غیرقانونی اسلحه گرم و ورود غیرقانونی به خاک اسرائیل به 8 سال زندان محکوم شد و پس از 8 سال زندان ماندن او در اسرائیل، او تصمیم گرفت که پناهنده اسرائیل شود و خیلی مشکلات و مسائلی برای او داشت که بعد از مدت‌ها هم دین خود را عوض کرد و هم شهروند اسرائیل شد. به گزارش روزنامه اسرائیلی هاراتس در سال 1385 وبگاه خبری فردا نیوز طی خبری اعلام کرد که وزارت اطلاعات یک جاسوس موساد را در مرز ایران و ترکیه دستگیر کرده است که این وبگاه اعلام کرد که این جاسوس 14 سال قبل از سال 1385 یک هواپیمای ایرانی را ربوده و به اسرائیل برده است. فردا نیوز همچنین نوشت که اسرائیل به این جاسوس پناهندگی داده و او را برای جاسوسی مأمور کرده بود. هاراتس در ادامه می‌نویسد که این اتفاق در 14 سال قبل نیفتاده، بلکه 11 سال قبل افتاده.
ضمن اینکه مشخص نکرده که این فرد در هنگام ورود به ایران دستگیر شده است یا در هنگام خروج. در ادامه نیز هیچ خبری در این باره منتشر نشده است. خیلی ممنون که در پایان ویدیو همراه من بودین. ممنون میشم عضو کانال ما بشین تا ویدیوهای بعدی ما در روزهای آینده ببینید.